بیشوری بابامه. یوهوهوهو. سلام ریدم میپرده. چه خبر؟ چطورین؟ حالتون چه خبر؟ اونجا چقدر گابی نمیدونم من نمیفهمم. شب من نمیشه اگه نیای سفر نمیشه آخه دلم اسیر تو. اصلا اول بخوایم عصبی طور شروع کنیم ویدیو رو حال میده. این ویدیو خیلی سمه تا آخر ببینین. این خانم من یادم یک جایی از ذهنم یک روزنه های امیدی بهش دارم که مثل اون ویدیو قبلی که دو سه روز پیش آپلود کرده بودم بدجور نباشه. این خیلی باحال باید باشه. بعد این خانم یک استندآپ کمدینه. یعنی خب میتونیم ویدیو رو شروع کنیم. کجا میخوایم بریم؟ سب کنیم، چانل رو ساب کن، ویدیو رو لایک کن. میخوایم بریم بالا. کنین دیگه من دارم ویدیو رو براتون خیلی کم راحت تر بنشینم. قبل اینکه شروع به نطق و گفتن کلام بکنید، نظرتون در مورد کمدین خانوم چیه؟ حتما توی کامنت بنویسین. من و بهترین کمدین خانومی که تا الان اجراشو دیدین بگین که ریاکت هم اون بریم بالا میبینمتون. سلام. دوستم خوله. سلام. خوبین؟ خدا رو شکر. دمت گرم. اگر زندگی منو بخواین در نظر بگیرین، یه خط صافی میشه که هر از چنگاه یه دینامیتای توش میتره که حالا این دینامیتا چیه؟ این دینامیتا همون سوتیاییه که من تو زندگی میدم و همیشه سعی میکنم ندم ولی نمیشه. ولی همیشه سعی کردم ولی خب سعیام هیچ وقت به عمل نمیانجامه. همیشه سعی کردن نده ولی نمیشه. که در کسر از ثانیه آبروی خودم رو ببرم. برمیگرده به چندین سال پیش. ما دوستم یه کلاسی میرفتیم و اون روز از کلاس که تعطیل شدیم قرار بود پدر دوستم بیاد دنبال ما. من باباشو تا حالا ندیده بودم. خیلی استرس داره. واقعا ندیده بودم و هیچ تصوری هم از باباش نداشتم. ما اومدیم پایین وایسادیم و این دوستم هم اون طرف میزنه جلوی در آموزشگاه و من تو این ور نگاه کردم باباش نیست. این ور نگاه کردم باباش نیست ولی باباش بود و من نمیدیدمش. من یه لحظه برگشتم دیدم یه آقای حدوداً 60-70 ساله، پیرمرد جلف، یه پلیس شلوار سفید جلفتر، بعضی سفید نخی زشتا هست، اصلا نمیدونی که جنسش چیه، فقط میدونی نخیه. اونا پوشیده، بعد کفش برنی سفید دردوز قرمز، اونو از کجا آورده بود آخه؟ بعد پوشیده بود، بعد موهاش، من شنیده بودم پشمو 2 الی 3 سانته، ولی این بنده خدا دوست داشته پشمو باشه ولی نشده، کیس بود. بعد حالا صاف نبود، اینجوری دینامیت قشنگ زده بودن توش. گفتم خب اوکی موهاش، حالا دوست داره موهاش اینطوری باشه. ابروهاش موکت بود از اینجا تا اینجا. گفتم باشه مردونگیشو حفظ کرده و نداشته. سیبیلاش فرچه بود قشنگ، خدا شاهده فرچه بود، از اینکه ماست میخورن دور برش ماسی میشه. من اینو که دیدم افتادم رو دور خندیدم. برگشتم گفتم بهی یکی وایساده اینجا سوژه. گفت کو؟ گفتم اینجا وایساده شوهرته. گفتم به خدا شوهرته، چقدر به هم میاد پشو ببینه فعلا. گفت کو؟ گفتم اینجا وایساده بود الان میره. این دوید گفت کو؟ گفتم نه خیلی بیشوری بابامه. رید. چی؟ گفت بابامه. گفتم به نظرم تیپش خاصه. گفت مریم بس کن. گفتم بعد تو اون لحظه من نمیدونستم چی بگم و گند دومو زدم. گفتم ببین مامانتون با هم خوبن؟ چون مامانش، شما نمیدونید چقدر مامانش خوب بود و هیچ تصوری نمیکردم که این باباش باشه ولی بود. نتیجه این داستانی بود که تا یه ماه با من قهر بود. کاملا حق داشت، من اگه بودم با کلت میزدم. راجع بابام انقدر چرت و پرت بگه بعد من قهر کنم. برو بابا. دفعه دومی که من داشتم سعی میکردم راجع به کسی که نمیشناسم نظر ندم ولی فقط سعی میکردم، موقعی بود که یکی از دوستای من ازدواج کرد. ما شوهرش رو تا حالا ندیده بودیم. این اومد خونه ما و ناهار خونه ما دعوت بودن. من تو آشپزخونه داشتم چای میریختم. یهو من دیدم که یه گوشی موبایل داره دست به دست دور بچه‌ها میچرخه و بعد دختران که دین ذوق میکنه گفتم چی اینا؟ دویدم از آشپزخونه بیرون و گوشی رو برداشتم دیدم عکس آقای اونجاست. حالا قیافه من داشته باشین. نگاه
این کیه؟ بعد دیدم هیچی نمیگه. گفتم از این چیزا مال فضای مجازی و اینا سوژهش کردین؟ بعد دیدم باز هیچی نمیگه. منو این چه سرش به تنش بزرگه، بابا این کیه خب؟ بعدم یکی از دوستام همینطوری که من دارم این الفاظ گوهربار رو میگم حفظش میخوابه میره تو مبل. گفت مریم چیزه علیه. گفتم شوهرت؟ گفت آره هفته پیش بله برونمون بود. گفتم یه عکس دیگه داری به من نشون بدی؟ گفت آره وایسا حالا یه عکس دیگه نشون داد. همه میگفتن تو اون بده حال من. جای برادری چقدر خوبه، خوش قد و بالاست، عوضش این مهمه. خلاصه استرسش بعد کم از شد. 3 سال ازدواج زنگ میزنه من میگم مریم علی خیلی زایه است. نه به خدا حدیث خیلی خوبه، شاید خوشبخت بشید ان شاء الله. این قضیه تموم شد. من واقعا روی نگاه کردن تو دوستم نداشتم. یکی از دوستای ما یه برادری داشت زد و این زنگه. بذار من ما زنشو تا حالا ندیده بودیم. ما نهار خونه اینو دعوت دیدیم، همه بدبختی‌ها منم زیر سر نهارایی که خونه دوستام میدم. یعنی یه جا بالاخره یه چیزی میدم دیگه. مثلا خلاصه ما رفتیم و این عکس‌ها رو که شروع کرد نشون دادن، یه دستشویی رفتن منو بدبخت کرد. من که رفتم دستشویی این عکس‌ها ریخته بود، بچه‌ها داشتن میدیدن. من از دستشویی اومدم دیدم عکسای خانومی، حالا لباس اینا لباس مثلا عروس مروسی تنش نبودم بفهمم اونقدر شعور دارم. نگاه کردم و دیدم یه عکس دختره است. گفتم کله رو کشیدم کوبیده ساخته انو. بعد دیدم سکوت شد. گفتم دماغش که عمله بکش کله کنار بابا. ابروش لاپورتوس اصلا همه جهنم چه میمونی بوده. هیچ کس هیچی نمیگفت. یهو دوستم برگشت گفت مریم عروسمونه. گفتم ولی نازه. یعنی اصلا اون لحظه هیچی نمیتونستم بگم. بعد داشتم به فکر می‌کردم که خب اون عروس این خواهر شوهره و اینا. گفتم حالا چقدرم که تو ناراحت شدی. گفت مریم با هم دوستیم ما. یعنی دوستم بوده که زن داداشش شده. فاجعه تر از این نبود که بشه. چرا فاجعه تر از اینم هست. دفعه آخری که دیگه من واقعا شرمسارم هنوز برمیگره به چندین سال پیش که یکی از مجریای تلویزیون فامیل خیلی نزدیک یکی از دوستان من بود و ما نمیدونستیم، واقعا نمیدونستیم. شعور دارم اگه بدونن چیزی نگم. ما رفتیم خونه اینا و یهو دوستم با یه ذوق آنچنانی گفت بچه‌ها راستی فلان مجری دیدین فلان شبکه فلان. بعد یکی نیست بگه به من بیشعور، یکی وقتی با یه ذوقی همچین چیزی رو میگه خب یه چیز خوبی پشتشه. اگه بد بود مثلا گفت فلان مجری دیدین فلان. بعد هیچکی نگفت. من اونجایی که بعدش میگه یعنی مجری دیدین بعد میره برو بعد دونه اگه چیزی نداره اینجا حال نمیکنم. اینا فهمیدی یا نه؟ اگه بد بود مثلا گفت فلان مجری دیدین فلان. شروع کردم گفتم خیلی مسخره است. با این تیکاش حال نمیکنم. به درکه خیلی مسخره است. با اون شلوار نارنجی زشتش، با اون موهای مسخره ترش، چه فکر کرده باز خودش اونطوری مسخره بازی خودش هم. بعد فکر بچه‌ها خوشش بود. گفتم بعد دیدم هیچی نمیگه. بعد من منتظر تایید از بقیه بودم. دیدینش چقدر جلوه بود نخندیم. گفتم حالا برای چی؟ مثلا صبح چشت تو چشش وا نشه اصلا دیگه روز شب نمیشه. گفت نه نمیتونست بگه. انقدر من ترور کردم. گفت شوهر خالمه. گفتم شوهر فاطمه خانم؟ گفت آره. بعد یه بچه رو پاش نشسته و بچه همون آقای بود. بعد من یه لحظه نگاه گفتم بابا این بچه است؟ گفت آره بابا این بچه است. بعد من نمیدونم بچه 2 ساله چجوری زبون وا کرد پا شد اونجا که بابام خیلی هم خوبه. از اون لحظه بعد دیگه چیزی در دیدم نیست که بگم، یا اگه بخوام بقیه رو بگم دیگه کلا آبرو میره. ولی به امید خلاصی من از نظر دادن راجع به بقیه تو رو خودش شوهر میکنی زن میگیرید به من بگین دیگه. حوصله ندارم. خیلی خوب نبود ولی خوب. یکم استرس داشت که طبیعیه و یکم تون حرف میزد که یه سری از کلمات مثلا نامفهوم طور میشد. این نمیشه. چی میگی؟ این فکر کنم پارت 1 2 3 این پارت 3 که نه یه پارت دیگه یه پارت 4 اینو لایک و سابسکرایب این ویدیو لایک
چنل و سابسکرایب به چنل و لایک ویدیو از یادهاتون نره. همین الان بکن. بودو سری میزنم تو. بودو ساب کن. بله امپراتور، بله حتما. تا ویدیو بعدی. خیلی جلف بود. تا ویدیو بعدی. خداحافظ. من برم. نازی امشب دلم مستت، نازی دل تنها هنوز دستت. نازی امشب دلم مستت، نازی دل تنها هنوز دستت.